بیایید ببینیم اتریوم 2 چطوری کار میکنه. توی بیت کوین همه ماینرها تلاش میکنن تا یه بلاک رو با هم دیگه همزمان حل کنن و هر کی زودتر جواب رو پیدا کنه پاداش اون بلاک رو میگیره و بقیه تمام تلاششون هدر میره. ولی توی اتریوم 2 شبکه یه نفر رو انتخاب میکنه که فقط اون شخص اون بلاک رو حل کنه و پاداش اون بلاک رو بگیره. ولی برای اینکه یه نفر انتخاب بشه باید حداقل 32 تا اتریوم داشته باشه. این 32 تا اتریوم برای اینه که حتما اون شخص اون بلاک رو حل بکنه. حالا اگه اون بلاک رو حل نکنه یا تقلب کنه چی میشه؟ اگه یه نفر انتخاب بشه که یک بلاک رو حل کنه ولی اون بلاک رو به هر دلیلی نتونه حل بکنه، ممکنه دستگاهش خاموش بشه یا اینترنتش به مشکل بخوره یا حتی تراکنشی رو تایید کنه که معتبر نیست و بخواد بلاک کن رو دستکاری بکنه. توی این حالت از اون 32 تا اتریومش جریمه میشه و از پولش کم میشه که بهش اسلشینگ میگیم. اینجوری امنیت بلاکچین تامین میشه.